همسرم هستم. بله. به همسرتون میتونید زنگ بزن حرام زنگ بزنی به همسرتون بگین یه لباس خوشم آمده 8 میلیون پول میخوام. 8 میلیون. آره. من آدمی نیستم که اینجوری لباس بپوشم. الو سلام خانم. سلام عشقم چطوری؟ قربانت مرسی تاج. عباس جان دلم. ما اومدیم بیرون خب یه لباسی دیدم خیلی خوشگله فقط خیلی گرونه. آره کی؟ خودت؟ آره خب خیلی گرونه. میشه ازت یکم پول قرض بگیرم؟ این چند فیل بعد نه 8 تومنه میشه بگیرمش؟ جان برم تو ماشین تو کارت من که کلا 5 تومنه. آره میدونم 5 تومن پول دستمه 3 تومن دیگه لازم دارم. 3 تومن لازم داریم من فردا پس فردا میزنم برام. باشه قربونت شم. داداش یه سوال من ازت بپرسم جان دلم. هنوز مگه نسل شما هست؟ خانوممه. دمت که خانومت باشه اجازه دادی 8 میلیون لباس بخره؟ 8 تومن چیه؟ کل دنیا رو بپاشیم. مردی که خرج زنش کنه کار و زندگیش رونق پیدا میکنه و هر روز خیر به سمت زندگیش